زندگی که ما از خدای خود دور باشیم، از پروردگار خود دور باشیم، خدا برای ما نظری رحمت نکند، لذت دارد عزیزان من؟ لذتی ندارد. اگر من را دوست دارید، اگر من را من حیث برادر خود قبول دارید، دعا بکنید که پروردگارا تا لحظه‌ای که اگر زندگی برای من خوب هست، زندگی من خداوند راضی هست، من را زنده نگه دارد. اما قبل از این که من به حرام آغشته شوم، قبل از این که من به گناهان زیاد آغشته شوم که خداوند از من ناراض شود، دعا بکنید که خداوند قبل از او روح من را قبض بکند و از این دنیا رخت سفرم بدهد. زندگی که خداوند از ما ناراض باشد زندگی را نخواهیم. این زندگی با ثمر نیست. زندگی ما به خاطر آخرت